3 لک پیسه که تو دادی کارزمر خیلی در موقع راه انداخت. بازم از روی عاقلی تو هم یک هفته دیگه مهلت میدیم. کوشش خو کنو پیسه را جور کو. از خاطر قرضی دختر رشته رزر میده. بلده دخترانی النا زمانه قد بلندی یک بچه خوشتپی یک بچه مهمه. برا تیمه خوشبخت چنی سلغتا رزا بریگده. شاق داشتی روی دگلی میرسیدی کاسر رویش تو میرسیدی سر در توی تو ماشالله چی بارش کرده. رسانه رنگارنگی جاغوری. بچه امرو پیار که رایگ دادی ما را دانا جمع کدو مونک دودن دکان دا ماتر بلده خریدم الان دیگه زورا یا خوب دانا موتر بلده خریدم شوق استویا دیگه و نو حق پیسه شنی کرد لایر دیرم دیگه اینالم پیسه ما دیل مثلا کم جمع جور کنم و گودنا بیری بگیرم و گودنا خاطو بلده بگیرم تو نظر چی رقم و گودنا رم جالای پیدا ده نگده خوش بده نگده تایی در اونجا پیدا خونه که پیدا منی روپیا جمع شونه قدابه من کمک کنه در کارا. آره بخیر همی تصمیم آبی تمامی علای بسه رمام جوان شدم. آره تون جوان شده دیگه اونو روپی رینال موری بله کبلایی موروم هم روپی تردایی دیدو مخشی امور جمع جور کنیم. خب بچه باش که بوری خنیم زیواز کاکای تو که قنقش یک وعده داریم که می خانه اصلا نیا مندانش اردیش یا الله جور باش تو مندن شو بچه لالیت خانه یا نه؟ آره لالیم خانه یا الله لالای خانه سلام علیکم لالای جان بگو بخیری جان من تو جور خانه خیرتی او کجا هستی لالای؟ همجا قدر پرسان نمی سوی دیدنم چی اصلا گرفتار از خانه تازه کم کنم میده سمر رسته جور شده بخیر. خدا را شکر خانه را یک سفید چی من ده دیگه جور کده بخیره بچیم دیگه نام خدا تازه هم ده این می ریزه بود این می موده مسافرت ریگ ده گاب نمی مزاین بشتم هم ده میزمی اون قبلا هم خطو گاب زدادم یعنی می بچه خدا را شکر هم ده می تصمیم گرفتیم آبی زیم یکم تکلیفی داره مو می تصمیم گرفتیم که بلدیم زی و گودنه دخترم جا پیدا کنیم یک بری بیرو میم جوان شده آبیش هم دیستی تانایا دیگه اینالی اون خنقیت گفتد ما بلدیم زو پیسه هم دوم پیسه ازی بچه را ما امو زمان کارتونه ما کاره بود ما گفتم امی کار سور را گفتم پیسه ازی گرفتم امو را تول استوک دوم دیگه تو راجی صاحب سلامت باشه ما نیکی تزیادم نموره هم 3 لک پیسه که تو دادی کارزمر خیلی در موقع راه انداخت خدا شکر دیوال جور شد خدا را شکر انشالله که یک آدمای نیک سر رایتشونه تو کارزمر راه انداخته خدا کارت را بنزنه حاجی لاله ما تلاش مونم که پیسه ولده جور کنم باز سر از او آدمی دیگه آدم 100% قبل ده نمیتونه والله چیکار کنم حاجی پیش حاجی شرمنده داشتم پیسه پیدا نشد کس پیسه نداد کاش که خانه رو جور نمیکردم پیسه زیر نمیگرفتم این بنده خدا هم اگر چند کار خوب کرده که ما رو پیسه دال ده روزی بعد از این ما و درد نخورم والله چیکار کنم باش پالای حاجی برم چی میشه والله باش که برو چیز گپای چیز آواله برم امو عوض لالا رم جا شاید دوش کنم یک هفتهش پرا شد دیگه بخیره سلام علیکم حاجی صاحب سلام خوبی بخیری جان من تو جوره امی خوب شد تو روش کدم این دل را در امی ترمام گفتم ده بیختره ای بودم امی که تو روش کدم خوب شده نالونه یک هفته شد چیز کار کردیم نگدیم ما این میلیمتر امید از توییم والله حاجی صاحب بسیار ببخشید دیگه هر چی تلاش کردم پیسه پیدا نتونستم بلده تو ما دیگارم این می رقم رفتم پیسه نداشت یک هفته مهلت دیدم بازم از روی عاقلی تو هم یک هفته دیگه مهلت میدیم کوشش خو کنو پیسه را جور کو ما بچر دیخکیده نمیتونم دیگه یک هفته تو 2 هفته شد کاری بد نکدم نه این ما رفتم هفته بعدی کوشش خو کنو دیگه ما را دیگه عزیز زیاد چی نکو که بچه دیق میشه هفته بعدی دیگه ما ماییم آتش کاسات خرابه اوف بای حاجی از خاطر پیسه خیلی مکان میگرفتم مرا یک هفته آخرش مولد دیده که پیسه پیدا کن چیز کار کنه باید دیگه تو بگی ما گوجه کار کنه برو من میگیرو یا نمیشه ده یک هفته که حسابمش ده یک هفته اوخس پیسه از کجا کنی باز وقتا دلم گواهی میده که یک راه پیدا میشه حاجی او دادا میگه بزان خیرته که ما بیری میگرم حال ما 2 شب روزه که اکثر دم تشویشیم پیسه از کجا کنم خدا اگه خود چی کمک کنه
او خدا خود به کمک کو. الله یا به مشتبه و نمو وزلی رو پیر نمیدیه یعنی می بچم اینال دیق میق نشنه دیگه در شوقم زی خاطویه قد از او آغیل مسته چند دفعه شده میرخم گفته هفته ده اینال اینمو خبر ندارم که چیز کار کنی قد از او اتیا مشتبه جان خیره پروا نداره او باید عاقله او قد از او چیز کار کنه خوب دختر جنانت کشته دختره و نمور بوری قنقش که بگه که دختر سمامات خد بچه روخ نیه که سمامات اردوش دخترش بلده بچه میگه که قصی چیز کار کنی خب دختر از آبی مشتبه جان توش که دیو چی رقم دختره خوب دختره معلومات داره درباره شی نداره نامی دختر کست گلچهره یا بیش مشتبه کوی کنی باید قنبز سلاک نی بوره تو نسم میا نمیاردش آبی مشتبه امو تورر قد از مشتبه بوگی دیگه مشتبه جان امو یواز که پیر نمیده خوب دنه دختر داره گلچهره نام داره خوب دختره اتش قدرت اخبار ندفع مورد خواستگاری که نمو چیز میگه مشکل نیه بای مورد توغ منی دختره که خوب دختر بود خوبه دیگه که یک 4 صبح پرده آدم شونه بسته نیم بری بای نه ما کد پیش ما رزق کشته مورش ما برین توغ نظر از تو میشه نمیشه مشتبه بچه بوری بیچیم امو دختر رم گلچهره رک توخ کنی یواز لالا ما این من جمع دوم امروز امو هدف آخری اخره بلده تو بگیم واتای ام بچه بیچاره قدر تلاش کرد خدا من میسوسا زدی پیسا پیدا نتنیستی والا ما امروز هم دوم بین همین جی بخیم بین خیک توافق کنی او بکای ما یک گپ مگیم همین منصفیم زیر تو کنه تو سلام واتای ما دمی پیریم به صبریم شف نکو امور شفتالو بگی ما هم دوم میزمی که امو دختر خورا بلده بچه از ما بیدین نه ده حساب قرضداری والله جی صاحب باش ما دختر گپ دیم حال خدا زمانه خراب شده تصمیم دیست دختر بچه نیست از مخ تصمیم نیه تو هم رای بچه گپ ده ما قد دختر گپ دیم که چی میگه خوب گپ است و دکتر ای حاجی چیز فکر کده این روز انده که دختر خوبت نشمار بدین یا حاجی جنس فکر کده که دختر را ما در پیش خود حاجی گپ نزدیم یک گپای میگه که دختر را مر بده پدر روزگار نالد این چی فکر کده اکشن خرانش خرزداری چی فکر کده حاجی زیاد مؤدبانه گپ زد اگر از خاطر قرصی میگه دختر مر بده بیار میقدم او خود دیگه گپ نیه آرکدن دختر آق شیر داره چی پیش باشه چی پس باشه ما مخیر مرم ما کنجه بچه تاره میگیم ما قبول منم نه غیوز ایلا گپ نیه تو بل رزایی ما مرم اغل والا چیز خل بگیه از خاطر قرصی بسم مردم میگه که از خاطر قرصی دختر رشته رزر میدیه غیر کتا ما قبول نم برو بگی ما قبول دارم چه باید و دختر تو مطمئن هسته؟ بچه حاجی کوی کنم باید؟ آره تو خود دختر از خاطر قرصی ما زندگی خراب نکو از خاطر قرصی است نیه برو بچه خیلی دیگه از اون کس بالتر پیدا کتا نمیتونه گلچهره جان مرخ می نقشی اگر نمی نقشی هم نامی مشتبایه در دوبای مرم میم اردیم در یک آغیل کتاشته اینه طرفیم یک دفعه توخ که چیزی کم کاستی درم نه سیه توخ گلچهره جان بلده دخترانی النا زمانه قد بلندی یک بچه خوشتپی یک بچه مهمه توخ که ما دل پسند هستم نیم سیه ازی پیشم تروش کنم تو خیره قب فکر نکنی که ما بلیشیم پیسه داره ما در بدل پیسه تور میگرم اجباری نیه انتخاب تا دیست از خودتیه اگر قبول نداره امیال تاریخ را واضح تر بگی ما هم بخواد تو نمومنم تو هم بشوی نمومنی ما قبول دارم ایت گب نیه سایه که تو قبول داره مگه که در کار خیر هرچی عجله کنی بهترتره تو هر تقاضا داشتش ما برآوردنم شکر در دوبای مرم میم کار دارم درگوشنا نمیلم تشکر از تو آقای جان چقدر هدف داشتی که گفتی ما مرم در خارج مرم دکتر میشم والیبالیست میشم ده اینج میم والیبال بازی تیم جورنم میم ده اینجا کلیک جورنم که واقعیت دل خوبه که قدر هدف داشتم اینجا درسن ما راضی نیم شکل خوبه چه بچه خوبه آقای جان تیال که یک قصد دلیه نکو آقای بچه هوشیاره بچه رو بر بگی که ما این سلا هدفات دارم
آخر ما قرضش میدی کنجش بگی اگر شما بلیز ما قرضی زیرن قدر فشار نیرین قرضیخ ما میدی. نه یال ما قبول دارم دیگه توکل انداخته داره نگه خرابی نکو. خودتون فهمی دیگه. ما قد دختر کاکای گپ زدم خوب دختره او هم قبول کرد مشکل نیه. خب صحیحه بچه دیگه یواز الله ونه یا خو بین توافق کده دیگه تو کدام گپ و نظر داره دمی باره. نه جسه ما هم کدام گپ ندارم یا قبول کده بخی صحیح دیگه. آره دیگه زندگی هم زیایه. آره. خب انشالله دیگه کار خیر عجلک نه دیگه. انشالله یک سرسرشته بگیری چطور؟ بخی صحیح. آره دیگه انشالله تبریک باشه. از ما و شما سلامت باشین الهی. برا تیمه خوشبخت چنی سلقطار رزا بریک ده مقصدم زین چی دل خوش بری اینه ما دلم خوشه خوشبخت چنی کدام آبای باشه خوشحال نباشه که دخترش بریش نه بچه‌م تو خوشحال باشی که عبید زنده یا ترابط دیز خو از خانه برو نه برو دیگه عزیز خود بخت آمد ببرم آمد قدر مطال نکنه یخه زیاد شاق داشتی روی دگلی میرسیدی کاسر رویش تو میرسیدی سر که توی تو ماشالله چی باریش کرده سایل که هم بار نسایل کو خوش خبر باشید که سبا یاری نازنده میم گل پری از جو داری تو انگوری پیدا میم لب لبی دریا رسیدان ماهی نو در جوی نو از بله پولی براد از رای سنگ شنده میم خوش خبر باشید که سبا یاری نازنده خواهی گل دیگه مشتبه ما مورو ملای داشیو برم که خیشوی دیگه دا کجا رفت خب مجلس شیموی دیگه به خدا عاشق و دل ندارم نظرم
Yeah.